مرحبت، خوش اومدین به ویدیو تیپ. امروز اولین ویدیو کانالمون انشالله با امید خدا آغاز میکنیم که این ویدیو قراره که شیشگان برتر سیزن 11 بتل کال آف دیوتی موبایل رو برای شما بدم. که این ویدیو اسولت داریم، اسنایپ داریم، SMG داریم، شاتگان هم داریم. لطفا ویدیو رو تا آخر نگاه کنین، لایک یادتون نره، سابم بزنین، دمتون گرم، عشق منین. و یه خواهشی که ازتون دارم، من تازه چنل رو انداختم، یه کمکی کنین تا 100 تایشیم. دمتون گرم، عشق منین. بریم سراغ ویدیو. من دیگه صحبت نمی کنم. جایی هم که کات خورده بدون که انمی نبوده یا خلوت بوده کات زدن تا خسته نشین، عشق منین. فعلا کسی نیومد حاجی. First blood. من که داشت دیگه لگی میگیره گوشه، به بزرگی خودتون ببخشین، شرمندتونم. یه با A12 داریم پلی میدیم، بیشتر از این نمیشه داشت دیگه کیفیت گذاشت. شرمنده. نگو بعضی اوقات برا خودش این ور اون ور میره، حتی من دست نمیزنم، خودش برا خودش میده. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. Skill chip ready for upgrade. Airdrop incoming. خودش داره با تو فینیشر میکنه.
یکی لزیه دادش اینجا مشتی کردیم دیگه. مشکل از خود طرف بود، به فکر فینیشری بود دادش. بات که فینیشر نداره، بلند شد یا با پلیرش بات بده. Airdrop has been delivered. Airdrop incoming. کجا رفتی؟ اسنایپره. Airdrop has been delivered. اسنایپ هم جالب نیست ولی اسنایپر هم نیستم. ولی خب داداش یه کارایی میتونیم بکنیم دیگه، همیشه قرار نیست چیزی که نیستی را نتونی بزنی. اسمش پیچید. ببین از چه سما اسمشون بدونیم یه بیت ریز بزنیم. این بیلبیلک ها کاشته. دسپرادو کاشته دیگه. آواز یکم لگ گرفت نتونستم تیرش بزنیم. Chip terminal is almost ready. Get some rest. یه چیزی که میگم اینه. The safe zone. هم پس اسکوبش خوبه هم میپفایرش. عدسی نداریم که همه‌شو وان شات کنم. حالا یه عدس پیدا میشه بین این همه. حتی یه دمه یه چیزی بده. عدس وانی شات نداریم بده. طرف عدس بزنه بگه اینو بزن 100% وانی شاته نداده.
تو 3 تا میزنی وانشات میکنه دیگه، 3-4 تا بعدش رو دیگه دمیج میکنه دیگه. باتو نمیشه اینقدر لگه باتو نمیتونم بزنم داداش، ولی اینمیا رو نمیدونم چرا اینمیا رو خیلی خوب میسازن. این دوتا رو دیدیم که گیره خوردم. Airdrop has been delivered. صدویی هم که کشیدم داداش دست خودم خوب میزنه. دیشب تو کاستوم خودمون که با بچه ها زده بودیم خوب میزد. چند تا آتش میشه ساخت با صدویی گورا. Airdrop incoming. قدرتی، سرعتی، کنترل، رداد، بدون رداد. یه بستگی داره طرف با چه آتشی بتونه بزنه. آتشی که میگم داداش اینجوری میزنه. خودتون آره دیگه بقیه‌اش رو پیش ببرید. Get some rest, soldier. داشت من خودم یه اینجا تا لیه بودم یه داشت کشیدم بود. یکی دیگه داشت نمیدون اینجا بزن به من. داشتم داشت روی این اساسی که من اتششو چیدم لاین برای لجند نندازی. لاین برای لجند خراب میکنه فرصد وانشاتتونه. روی کریم چرا؟ روی کریم لاین برای لجند بندازین اوکیه. روی کریم دیوایه بعضی از اساساشون لاین برای لجند بندازین اوکیه، اما نه توی چیز لاین برای لجند اوکی نیست. اپیکش بهتر از لجند وانشات میکنه اگه میخوای وانشات کنه. اگر هم که خواستین اتاچ اچس بدم برام چیز مومنت بگین داشت تو کامنت ها بگین، اونم یه پست جدا براتون میسازم، یه شورت ویدیو براتون میسازم بدم خدمتتون عشق منین. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. باهاتم داداشی بگی که ما داره اذیتش نمیدونی. اولین ویدیو یک جنگی بزنیم. الان میدونی ساعتی نیست چون الان یه سیزونی فقط داشتم مولتی پلی میدادم برای لجند کردن مولتی. Down to خدا the زدیم last به 5 دریا players. رفتیم لجند کردیم آجی. کار همون یکم سطح اومده پایین تا داشت اگر از طول دیسکارد هم پلی میدادیم ما. این دوتا رو کسکش بزن. مثلا همه که میبینیم دانلود ندارم خاطر اینکه حافظه میگیره گوشی باعث لگ میزنه و یا من دانلود میکردم جت پک اینا رو.
Airdrop incoming. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. The safe zone is collapsing. کجا بیاین بیرون دیگه آخه کجا کم دیدین شما Chip terminal is almost ready. بابا یعنی چی خب آخه از بک اما داشت عشق من میشد از ویدیو اینم از مازن ما بمونیم پایدار فعلا مادر جون خب بچه اتچ گانا رو میخوام بهتون بدم این از بیوای یه اسکرین بگیرید بیوای تضمین نمیدم که وانشات 100% کنه دمه اینجا میده کریم هم که خواستین منم براتون میچینم این هم از عدد کریم یه اسکرین هم از این میگیری میتونیم به جای این آرتیسی یه نو استوک هم بندازیم برای مومنت زدنش کریم این سیزن زیاد جالب نیستش ببین از صدای که تو ویدیو دیدین میتونین به جای این لیزر یا بیاین استوک بندازین آرتیسی استوک یا بیاین رابریزر بندازین برای کنترل گان بهش مکتن این سیزن خیلی خوب پادشاهی میکنه این هم یکی از بهترین اتچاشه یه اسکرین هم از این بگیریم کیلو رو زیاد پیشنهاد نمیدم برای عادیش اما برای متیکش اگه دارین این اتچ رو بچینید متیک کیلو خیلی خوب میزنه با این اتچ اینم بهترین شاتگان این سیزن HS دیدین که چجوری وان شات میکردش برسیم در آخر این از DLQ این اتچ رو بچینین با خشاب فلش بنگ بهش میتونین HDR هم بزنین با این اتچ این هم از HDR فعلا تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار